که یک سخنش خطا نیست، نادرست نیست. خیر ما چطور خوشی را اظهار نکنیم؟ ما یک آیت نه به صدها آیت الحمدلله میخوانیم، ترجمهش گوش میگیریم، ما خوش نشویم؟ اگر ما به نیت پاک واقعی، به اخلاصمندی و به اینکه محبت با کتاب الله داشته باشیم در این مجلس ها حاضر شیم، آیا یک قسم شترها را الله تبارک و تعالی برای ما نمیده؟ از این که بهتر برای ما نمیده؟ خیرون گفته بهتر از این که الله برای ما میده. خیر دیگه چی داریم؟ دیگه چی توقع داریم؟ آیا پیغمبر علیه السلام به زبان خود نگفته خیرکم من تعلم القرآن و علمه؟ بهترین شما در بین مجموعه مسلمان ها بهترین شخصیت کدام شخصیت است؟ الله پیغمبر علیه السلام میگه کسی که من تعلم القرآن، قرآن یاد میگیره و علمه، بعد از او به دیگران تعلیم میده. از این که بهتر ساعت دیگه کدام است؟ خود پیغمبر به زبان مبارک خطاب کرده که بهترین شخصیت ها شماست. چطور ما خوش نشویم؟ آیا باز پیغمبر علیه السلام به علی رضی الله عنه میفرماید او چی میگه؟ فوالله قسم به او ذاتی که قسم به ذات الله لأن یهدی بک رجل واحد، که هدایت شوه با واسطه تو ای علی رضی الله عنه یک شخصی واحد، این چیز خیر لک من حمر النعم، بهتر است بری تو از شترهای سرخ کرده هم. علی رضی الله عنه امروز سخن میگه، پیغمبر علیه السلام سخن میگه که سبا بیرق در دست یک کسی میدم که الله و رسولش او را دوست داره. هر صحابی سبا میشه خود پیش میکنه که امین نفر ما باشم. پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه را انتخاب میکنه، بیرق به دستش میده، توصیه ها میکنه به اینی سیستم جنگ کو، اینی کار بکو، اینی آداب جنگ و جهاد. در آخری گپ برش میگه که یک شخصی اگر با واسطه تو ای علی رضی الله عنه جهاد به خاطر از این نمیکنی مال بگیری، مردم بکشی، حکومت تسلطی ثابت بکنی، جهاد تو برای راهیابی مردم است که یک نفر توسط تو هدایت پیدا کنه، از کفر و شرک به عقیده حق برگرده. این بری تو از شترهای سرخ کرده چی است؟ بهتر است. اگر ما تلاش بکنیم عقیده قرآن یاد بگیریم و بعد از ما و شما توسط یک عقیده خود، یک شخصی، یک دوست خدا عقیدهش درست بکنیم، از شترها کده برای ما درست است یا نه؟ مردم ها خدا فریب میده. یک کسی را گفتم در ترجمه میگه والا ما مولوی صاحب یک کمی تلاوت میکنم. ما برش گفتم که جناب تلاوتی تو در این موقع برابری او ترجمه و رفتن و قدم ماندن قطعا رسیدگی نمیتونه. 1,000,000 سال که توی تلاوت بکنی. یاد داشته باش تلاوت مطلق تلاوت مطلوب نیست در قرآن کریم. تلاوتی که انگیزه چی شوه؟ فهم مطالب قرآن شوه و فهم مطالب قرآن انگیزه عمل چیست؟ سبب تزکیه شوه و تو خود جور کنی و مردم دیگر هم دعوت بدی. اون وقت این فضیلت و مقام بری تو حاصل است، غیر از اون نیست. لیکن افسوس است شیطان دین اینجا وسوسه میکنه، می برو باز دی تلاوتی از بین میره اگر در ترجمه قرآن بری. این گپا را برای ما پیش میکنه. لیکن از این که افتخار بزرگ کدام است؟ از او خاطر ما این لحظات خود یقینا بسیار خوب میدانیم، فال نیک میگیریم که الله رمضان نارسیده اما تعلق و رابطه خدا با قرآن بسته کردیم. انشاءالله صبا شاید اولی رمضان باشه و آغاز ابتدای رمضان مبارک امام توسط چی باشه؟ ترجمه و تفسیر قرآن باشه. الله توفیق مزید بر ما در طول ما نصیب بکنه و ما را توفیق بده که نه تنها خود اصلاح بکنیم بلکه در صدد اصلاح دیگران هم شویم و ما یک خدمت با قرآن اگر دیگر نمیتونیم مردم را تشویق و ترغیب بکنیم که در مراکز قرآن الحمدلله ترجمه ها در هر جای، در مساجد خیلی زیاد در هر جای شروع میشه، در اونجا مردم دعوت بدیم که بیا در ترجمه قرآن کریم اشتراکت بکنه. انشالله این یک اجر یا صدقه جاریه دائمی برای ما و شماست که بعد از مرگ ما باقی میمانه. الله ما و شما را توفیق بده، توفیق ترجمه را و توفیق عمل بالای قرآن، توفیق خدمت برای قرآن الله نصیب ما بگردانه. این بود مسئله ضرورت یا چرا ما ترجمه قرآن کریم میکنیم. یک سوال باقی میمانه. اکثر مردم ها و مولای صاحبای اعتراض میکنه، خصوصا بالای خواهرها و بالای برادرای عوام ما، کسی که علم حاصل نکرده مسائل و برش میگه که شما که میری عوام هستی ترجمه قرآن کریم برای شما مفید نیست. این باید کسایی باشه که یک چیزی علم داشته باشه. حتی بعضیشان 14 علم
میگن که شرط است برای ترجمه قرآن کریم. سوره جمعه آیت دوم میکشیم، ابی آیت میخوانیم که سوال خوب یاد بگیره جوابشه و به این مردم جواب بگوه که آیا قرآن کریم برای تنها ملاها و مدرسه ها آمده یا قرآن کریم برای همگی عموم انسان ها آمده. در سپاره 28 سوره جمعه میه 62 سورت است، پیدا کرده انشاءالله. در سپاره 28 سوره جمعه آیت دوم نمبر سورت 62 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی، الله ذاتی است، بعث فی الامین، که فرستاده در بین کسانی که ناخوانده است و نانویسنده است، امی هستند. چی را روان کرده؟ رسولا، یک پیغمبر، منهم، از جنس خودشان. یک پیغمبرم امی است، از امی مردم است، از امی طبقه است. یتلو علیهم، که تلاوت میکنه علیهم، بالای مردم، آیاتی، آیات الله تبارک و تعالی را، یعنی آیات قرآن کریم. و یزکیهم، اصل مقصد تلاوت آیات محض تلاوت نیست، بلکه که ذریعه و سبب برای تزکیه شود. و یزکیهم، یارا پاک میسازه از عقاید باطل، از اعمال زشت، از اخلاق نادرست. و یعلمهم الکتاب، تعلیم میده یارا الکتاب قرآن، و الحکمت، گپای دانش و ضروری دینه. حکمت گپای ضروری دینم میگه. و الحکمت، تعلیم میده همی پیغمبر امر کتاب الله، الحکمت، حدیث خدا، یعنی برنامه عملی کتاب الله را. و این کانو، اگر چی بودنی مردم، من قبل پیش ازی، لفی ضلال مبین، در گمراهی خیلی آشکارا بودن. خود توسط قرآن اینمی تزکیه حاصل شده. در اینجا الله چی میگه؟ هو الذی، الله ذاتی است، بعث، که فرستاده، فی الامیین، در بین ناخوانده و نانویسنده. پیغمبر که آمد صحابه مدرسه را خوانده بود؟ کدام پانتون خوانده بود؟ نخوانده بودن، بلکه مردمای صحرا نشین بود. مردمای بودن که کوچکشی داشتن، مردمای بودن که شترا را میچراندن. قرآن در بین امی مردم نازل شده و پیغمبر امی مردم تربیه و تعلیم داده. پس امروز قرآن برای کی است؟ برای همون کسایی که از مدرسه فارغ شوه یا از پانتونا فارغ شوه، یا به عام مردم است؟ به عام مردم است. بعثه میگه الله، بعثه، بعث برانگیختن میگه از قبر، بالا شدن از قبر، زنده شدن از قبر. قرآن کریم کسی که یاد میگیره مثل که مرده زنده میشه. یقینا همونطور است. انسانی که عقیده درست قرآنی نداشته باشه مرده است. زمانی که عقیده قرآنی را پیدا میکنه یقینا مثل چی وارد میشه؟ زنده وارد میشه. از او خاطر تعبیر به کلمه بعثه کرده. او رسول منهم گفته، پیغمبر که از خودشان است. پیغمبر هم ناخوانده و نانویسنده است. امی بودن در بین ما عیب است. در امت پیغمبر علیه السلام ناخواندن و نانویسندن عیب است. باید هر انسان تلاش کنه، کوشش کنه که خوانده و نویسنده شود، خواننده و نویسنده شود، نه که نعوذ بالله ناخوان و نانویسنده باشه. لیکن در شان پیغمبر چی است؟ کمال است. چرا که در یک مدرسه نخوانده، نوشتم نکرده و یک دمی کلام بزرگ الله از دهن مبارکش جاری شود. این اعزاز و چیست؟ معجزه پیغمبر علیه السلام است. این کمال پیغمبر علیه السلام و عزت پیغمبر علیه السلام است. از او خاطر اینجا 4 وظیفه پیغمبر مشخص کرد: تلاوت، که آیات قرآن کریم تلاوت شود; دوم تعلیم قرآن کریم; سوم تعلیم حکمت که برنامه عملی قرآن کریم است; چهارم تزکیه است. تزکیه را اینجا اول ذکر کرده به خاطر ازی که اصل هدف تلاوت نیست. یک تنبیه و آگاهی به ما میده که محض به تلاوت ها اکتفا نکنه، بلکه تلاوت باید ذریعه برای هدایتتان شود، تزکیهتان شود. اصل هدف قرآن تزکیه است. باید عقیده ما جور شود، عمل ما جور شود، اخلاق ما جور شود. این مقصدش است و این توسط پیغمبر شده. پیغمبر تعلیم داده، پیغمبر تطبیق عملی کرده. تطبیق عملی احکام قرآن به نام حدیث یاد میشه و او مدون شده برای ما و شما رسیده. پس ما نصاب تزکیه ما هم قرآن و حدیث است، نصاب تعلیم ما هم قرآن و حدیث است، نصاب تبلیغ ما هم بگوی قرآن و حدیث است. اگر ما تبلیغ میکنیم از قرآن و حدیث بکنیم، اگر ما تزکیه حاصل میکنیم از قرآن و حدیث حاصل میکنیم، اگر ما تعلیم میکنیم نصاب تعلیم ما کی است؟ قرآن و حدیث است. از او خاطر قرآن و حدیث باید بدانیم. پس این سوالی که مردم میکنه
این قطعا بیجاست. الله تبارک و تعالی در اینجا این گپام میگه که ای بنده های من با خبر شما آگاه باشید که این صحابه کرام در کدام مستوی و مرتبه فعلا میبینه. این مستوی و مرتبه در اون زمان نبوده، یا مثل شما وار هیچ چیز نمیدانستند، بلکه شما خو خیلی خوب هستی. این مردم در زمانه جاهلیت تیر شده، سخت در گمراهی آشکارا بودن. خوامی قرآن بود که انقلاب عظیم در بین ازیا پیدا کرد. این مردم ها عالی سپاسالار شده. الله این عزت برش نصیب کرده که در هر طرف سفر میکنه الله نصرتشان میکنه. این برکتی کی است؟ عمل به قرآن کریم است. پس شما بنده ها هم اینمی قسم عمل به قرآن بکنه. اما مجد و عظمتی که الله در دور اول برای صحابه نصیب کرده به هر ملت نصیب میکنه که نقش و قدم صحابه را پیش ببره و یا توجه خود طرف کتاب الله تبارک و تعالی بگیره، بفهمه و عمل سرش بکنه. الله تبارک و تعالی نصیب ما و شما بکنه. موضوع دوم ما قرآن کریم. قبل از اینکه ترجمه و تفسیر شروع میشه، چیزایی که ضروری است و علما دو تفصیلات و تشریحات داده، مسئله اعوذ بالله گفتن و بسم الله گفتن است. یکی از جمله آداب تلاوت قرآن کریم که ما داخل در قرآن میشیم اعوذ بالله گفتن است. در مورد اعوذ بالله بحثای خیلی زیاد نمی کنیم، کمتر بحث میکنیم، خلاصتر میگیریم. اعوذ بالله گفتن امی کاری ما و شما را به نام استعاذه یاد میکنه، پناه جستن. اول باید دیره بدانیم که انسان مجموعه حوایج است. وجود ما و شما یک دم حاجت است. اعضایی که در وجود ماست کلش محتاج است یکی به دیگه خود. اگر ما انسان تعریف کنیم انسان یک مجموعه حوایج است، خلاص. ما به تنفس ضرورت داریم، ما به خوردن ضرورت داریم، ما به نوشیدن ضرورت داریم، ما به روشنی ضرورت داریم، ما به پاکی هوای پاکه ضرورت داریم، ما به حمل و نقل ضرورت داریم، ما به دیدن ضرورت داریم، به شنیدن ضرورت داریم، بگوی به گفتن ضرورت داریم، به جویدن ضرورت داریم، به لب، به تمام اعضا ضرورت داریم. وجود انسان مجموعه حوایج است. امی قدر حاجتایی که انسان داره، کدام چیزی هست که ایره مکمل حاجتای انسان پوره کرده بتانه؟ پیغمبر میتونه حاجتای ما را پوره کنه؟ بعضی جهتای حاجت ما را پوره کرده میتونه. یک سوال برای ما مغلق پیدا میشه در قرآن، صحابه مراجعه به کی میکرد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صحابه در بعضی مواقع جهات ضرورت به آب کردن که وضو کنه و بخوره، آب موجود نمی بود، کمک آب پیدا میشد، پیغمبر امی ضرورتشان هم به اذن الله پوره میکرد. الله معجزه به طور معجزه آب از انگشتای پیغمبر بیرون میکرد، این ضرورتشان پوره کرد. صحابه ضرورت به دعا میکرد، به استسقا باران نمیشد، می آمدن گفت یا رسول الله مردم ها هلاک شدن، باران نشده. پیغمبر دستی خود بالا میکرد، الله تبارک و تعالی باران میکرد. یک جهت انسانی را حاجتش خو انسانان پوره میکنه. ما ضرورت دارم به روشنی، گروپ کسی اینجا داغ کرده، لین برق پیوست کرده، برابر روشنی شده، اما دیگه حاجتای ما را پوره کرده نمیتونه. پس ذاتی که کلی حاجتای انسان پوره کنه کدام ذات است؟ از همون خاطر است اولین درسی که در قرآن برای ما داده میشه بیان استعاذه است که پناه را به کی ببریم، به کدام ذات پناه ببریم. کی است که پناه داده میتونه؟ و هو یجیر ولا یجار علیه. الله است که پناه داده میتونه و هیچ کس هم در مقابل الله به کسی پناه داده نمیتونه. این میگه استعاذه. مثل که ما در عقیده خود در بخشی ازی ضرورت داریم که عقیده ما پاک باشه، در عبادت کسی را شریک نکنیم، در استعاذه و پناه جستن هم کسی را امرای الله شریک نمیسازیم. از او خاطر ما در هر معامله پناه به کی میبریم؟ به الله تبارک و تعالی. از جان خود میگیم؟ نه، مامور شدیم. آخری دو سورتی که قرآن ختم میشه الله چی فرمان به پیغمبر خود میده؟ میگه قل اعوذ برب الفلق. بگوی پیغمبر علیه السلام به امتی تام برسان، این گپ واضح بساز که من پناه میگیرم به ربی کی فلق، به ربی صبح که چیسته میشگافه، من به او پناه میگیرم، به او ذاتی که صبح میشگافه، تاریکی ها را از بین میبره،
یک دم روشنی و سفیدی به بار میاد. آیا میتونیم ما شب روز بسازیم؟ هیچ کسی. پیغمبر میتونه، ملک میتونه، ولی میتونه، قدرت های جهانی میتونه، غیر از الله کسی دیگری نمیتونه. غیر از الله. اعوذ بالله گفتن عقیده توحید در استعاذه است. تو باید عقیده داشته باشی که بجز از الله کسی دیگری پناه داده نمیتونه. از او خاطر پناه به الله بده. پس کدام مادری ما که میگه بچیم در سفر خوروان است، خیلی خطرناک است، خود تو را به الله و به سخی صاحب سپردیم، به پناه از او دادیم. گپی درست است یا نادرست؟ نادرست است. چرا که پناه دادن تنها و تنها برای کی میشه؟ اگر تا امروز ما همین قسم گپ گفتیم، عقیده را داشتیم، الله برام معاف بکنه، الله قبول میکنه انشاءالله. تو برا ما همینطور بودیم. خب آل قرآن میشنویم، در قرآن برای ما همین درس داده میشه که پناه به کی جسته میشه؟ به الله تبارک و تعالی. اعوذ بالله گفته میشه. از همون خاطر مسئله استعاذه خیلی مهم است. قرآن کریم که شروع میشه اعوذ بالله باید گفته شود. علما اختلاف نظر دارند که هر مرتبه که قرآن تلاوت میشه اعوذ بالله واجب است یا نه در طول عمر یک دفعه؟ کدام است؟ یا واجب نیست مستحب است؟ جمهور علما، اکثریت علما میگه مستحب است. بعضی علما میگه که یک مرتبه در عمر واجب است، دیگه باز مستحب است. خب یک تعداد از علما قائل به است، نما را نمیگیرم، که وا میگه هر مرتبه که قرآن تلاوت میکنی واجب است که اعوذ بالله بگویی. قولی ازی تقریبا با دلایل خیلی موافق است. چرا الله میگه و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی احتیاط در قول شام است. اگر ما در هر مرتبه اعوذ بالله بگوییم، سری قول کلی علما عمل کردیم و ما ملامت نمیشیم. اگر ما بعضی اوقات بگوییم بعضی اوقات نگوییم، باز به نزد بعضی علما چی هستیم؟ بگوی قابل ملامت هستیم. چرا بعضی علما خو واجب میگه او تو انجام ندادیشه. از دو خاطر حکم اعوذ بالله این همیسته که ما و شما در هر قرائت باید بخوانیم و کسی که قول به وجوب کرده تقریبا قولش احتیاطی است، قرین و موافق با امرای دلایل است. از دو خاطری بهتر گپ است ما اعوذ بالله را باید بگوییم. چه رقم اعوذ بالله بگوییم؟ در روایات حدیث و همچنان در آیات قرآن کریم آمده استعیذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو السمیع العلیم. یا آمده اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه. یا آمده برای ما. شیخ البانی رحمت الله علیه بعد از جمع‌آوری احادیث میگه که کاملترین استعاذه این است که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بگوی و بعد از او چی بگوی؟ من هم چیستا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه را قطش علاوه بکنی. ای را بگویی چی در نماز باشه چی در وقت تلاوت قرآن کریم باشه. چرا در این کلمات اضافه است و یقینا حفاظت هم میشه. از او خاطری کلمات باید گفته شود. کسایی که یاد نداره کتابای اذکار در او ذکر شده الحمدلله، شما میتونی از او یاد بگیری. کتابای اذکار صحیح که از پیغمبر علیه السلام ثابت است. دیگه موضوع چرا اعوذ بالله میگیم؟ ضرورت برایش چی است؟ شروع به تلاوت قرآن و ترجمه قرآن، تفسیر و تعلیم قرآن گپی عادی و آسان نیست. گفتیم برای شما که قرآن کریم کتاب مبارک است. به مجردی که کسی به این تعلقه میگیره، شیطان نمیخواه که همین بنده به این کتاب الله نزدیک شود. از همون خاطر تلاش میکنه که ما را از قرآن بیگانه بسازه. پس وقتی که ما و شما بخواهیم که قرآن کریم تلاوت کنیم یا تعلیم میکنیم، اعوذ بالله بگوییم. شیطان دشمنی است که بچه‌شم دیده نمیشه. الله برش قدر تسلط قوی داده که در رگ رگ ما جریان داره. از همون خاطر اگر دشمنی ظاهری می بود ما و شما میتونستیم قطعش مقابله بکنیم. او را قناعت بدی، چاپلوسی برش بکنی، رشوت برش بدی، یک راه را اختیار بکنی. اگر هیچ دیگه نشد در مقابلش جهات اعلان بکنی، مقابله حسی بکنی. اما شیطان اطور دشمنی است که بچه‌شم دیده نمیشه و برگ رگی تو تسلط داره، جریان داره. یگانه ذاتی که یقینا از شر شیطان ما را نگاه کرده میتونه کیسته؟ الله است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو از شیطان خود نجات میدی، وسوسه های تو دور میشه. چرا در کتاب الله داخل میشی؟ بعد فکر و ذکرت مکمل طرف کی باشه؟ کتاب الله تبارک و تعالی.
دیگه وجوهات هم علما ذکر میکنه، چرا که قرآن کریم ملائک برش حاضر میشه تو باید شیطان اعوذ بالله را بگوی که شیطان بگریزه. چرا در کدام جایی که شیطان موجود باشه ملائک نمیاد. ارواح خبیثه یعنی اینجا شیطان خبیث است، چیزای پاک که ملائک است اونجا حاضر حضور پیدا نمیکنه. تو که کدام تلاوت میکنی قلب تو مملو از نور قرآن میشه. این نور قرآن میخواد که باید شیطان نباشه. قبل از این باید تو شیطان رانده باشی توسط پناه جستن به الله که اعوذ بالله است. دهن تو ملوث شده، گپا و سخنای خیلی زیاد گفته ای، از امو خاطر تو علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو که دهن تو پاک شود. شیطان که کدام افکار یا نظریاتی را در ذهنت گذاشته او مکمل از بین بره. این وجه عزیزه که ما و شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگویم. آلی سرینمی موضوع که وقتی ما مامور به اعوذ بالله گفتن شدیم، قرآن که شروع میکنیم ادبش است که اعوذ بالله بگویم. این اعوذ بالله چی ثمره داره؟ ما چی ثمره و نتیجه را میگیریم؟ ثمره و نتیجه اعوذ بالله گفتن این نیست که ما فقط و فقط پناه به الله میبریم، به کسی دیگری نمیبریم. خب از پناه بردن به الله، هر آن چیزی که ما او را سبب و ذریعه پناه میدانیم غیر از الله دیگه چیز نمیدانیم، پس اگر دیگه چیز موجب پناه بدانیم شرک گفته میشه. مسئله تعویذ و دم و این گپا تار هم بر ما در اینجا واضح میشه که آیا ما دم میتونیم یا نه، تعویذ گرفته میتونیم یا نه، تارا را یا کنجتا را در گردن آویزان کرده میتونیم یا نه. سه موضوع است. یکی دم کردن است. دو قسم دم کردن داریم، یکی دم شرعی است و یکی دم غیر شرعی است. دم شرعی او را میگه که توسط آیات قرآن کریم یا دعاهایی که به سند صحیح در حدیث از پیغمبر علیه السلام ثابت شده باشه. اگر کسی یک مریض توسط آیات قرآن کریم و توسط امو اذکار و دعاهایی که از پیغمبر نقل است دم میکنه، بالکل درست است، جایز است. خب البته یادتان باشه دم اجازه طلب نداره، الله اجازه کرده، پیغمبر الله اجازه کرده. کسی که میگه که من اجازه دارم و بی اجازه دم کار نمیکنه این گپ غلط است. پیغمبر به کل امت خود اجازه کرده. اجازه دادنی یک الله است. کی است؟ شارع یک الله است. پیغمبر بیانش کرده، برای ما اجازه را تشریح کرده از طرف الله. آیات ها خصوصیت هم نداره که فلانی آیت. بعضی علما تجربه را بیان میکنه که من به تجربه معلوم کردم که اینی آیت خواندم اینی قسم نتیجه داد. این را تجربه میگه، خو یادتان باشه پشتی تجربه هم نگرده. در ذهن مردم وانمود میشه که آیات های قرآن کریم فقط برای دفع نمی مرضا آمده و خیر و خلاص دیگر نه آمده. حالان که طور نیست. قرآن برای شفا است، شفا از عقاید باطله، از اعمال ناشایسته و از اخلاق نادرست. شفا برای عزیز است. آیات های قرآن کریم شکی در اون نیست که الله فضیلت ازش انداخته، موجب شفا برای دیگران هم الله تبارک و تعالی میگرداند. مثل که پیغمبر سوره فاتحه را سوره شفا میگه، در بحث نامه برای ما و شما بیان میشه در اونجا. از همون خاطر در ذهنتان نگیری که آیات ها اینی خصوصیت برای ازی داره. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام اینطور نکرده که گفته باشه اینی آیات بخوانی اینی چیز شفا یافته میشه. بله از پیغمبر علیه السلام معوذتین خوانده در گشتم گزیدگی، لیکن برای دفع سحر او را خوانده، چیستا او به نص ثابت است، اما دیگه مرضا را نگفته. همچنان اسماء حسنا را پیغمبر علیه السلام مشخص نکرده که فلان اسم الله برای پورا کردن فلان حاجت است. بله حاجت ها مناسبش است. مثلا کسی رزق نداره تنگ دست است میگه یا رزاقو، یا الله تو رازق هستی، یا رحمانو میگی، اینی طور گفته میتونیم مطابق حاجت خود، اما صفت مناسب الله را. لیکن این را گفته نمیتونیم که تعیین شده از طرف پیغمبر که بله اینی نام اینی قدر بار بگو اینی مشکل تا حل میکنه. با تاسف که یک تعداد علما همچو کتابا را نوشته کرده و مردم به اینمی مصروف ساخته. مردم به نیت عبادت اسماء حسنا را نمیخونه، مردم به نیت عبادت قرآن را نمیخونه، به نیت اونمو شفا حاصل شدن میخونه، حالان که مقصد قرآن کریم نیست، مقصد اولی و اصلیش. دوم مسئله که یکی دمهای غیر شرعی است. دمی غیر شرعی یعنی چف کردن غیر شرعی او است که به کلمات غیر قرآنی باشه، کلمات قرآن نباشه، و او دعاهایی که از پیغمبر در حدیث صحیح آمده او دعاها نباشه، بلکه به کلمات غیر قرآنی، عربی است خو قرآنی نیست، یا به کلمات عجمی است
یا نعوذ بالله به ناماست، اگر نام پیغمبر است، اگر نام به زعم خودشان نام ملائک، یا نام جنیات باشه یا نام کافرا، یا فرعون یا هامان نوشته کرده ده او، یا است که کلماتی را نوشته کرده که هیچ مفهوم و معنا نداره. این دما شرکی است. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرمه ان الرقا و التمائم و الطیولة شرک. دمها و همچنان محبوب ساختن چیست؟ چی تمایم، چیزایی که در گردنها اوزار میشه و آن چیزی که سبب محبوب ساختن زن و شوهر میشه توسط جادوها، او را پیغمبر میگه شرک است. چرا؟ به خاطر که تو در اینجا کدام دم که میکنی این دم غیر شرعی است، کلمات قرآن نیست، دعاهای پیغمبر علیه السلام نیست، از او خاطر این دم نارواست. پس دم دو قسم شد، یک روا یک ناروا. مسئله تمائم آمد. تمیمه را آن چیزی که در گردنها آویزان میشه این را به نام تمیمه یاد میکنه، اگر کنجد باشه، اگر تار باشه، اگر کاغذ باشه، هر چیزی که باشه. از امو خاطر این تمامیش مکمل حرام است و شرک است. کسی اینطور چیزها را در گردن نکنه و آویزان نکنه، چرا این شرک است. پیغمبر علیه السلام این شرک گفته.